سلام علیکم. امیدوارم که همگی خوب باشه. ویدیوهایی که امروز شروع میکنم به ضبط کردن هیچ دلیل خاصی نداره برای ضبط کردنش، فقط جوری که خودم دارم مارکت رو نگاه میکنم، ایده پردازی میکنم، فکر میکنم، دارم به خودم ضبطش میکنم. خب اصلا خوشم نمیاد دنبال چیه برم، به خاطر دوست دارم سلام علیکم طولانی نباشه، همینطوری سریع شروع کنم توضیح دادم، چون به اندازه کافی ویدیوها زیاد خواهد. رو تایم فریم 1 دقیقه من از یه دونه های لو 4 ساعت رو دارم. این های 4 ساعت، لو 4 ساعت. ببین این ساعت 8 تموم شد. یعنی اینجا. خب تو این بازه اینم 4 بوده دیگه. حالا اینجا تو این بازه های ما اینجاست، لو ما اینجاست، یعنی یه کندل 4 ساعت رو داریم ببینیم داخل تایم فریم 1 دقیقه. یه مقدار رفته بالا اومده پایین. خب اینجا می کندل 4 ساعت بعدیه که گشایش میشه، همونطوری که میبینید، یعنی کندل فعلی. خب یه بار دیگه بریم یه دقیقهش. من اومدم روی یه دونه فیبوناچی انداختم روی 0 و 100ش، یکم بالاتر میندازم که با این معامله قاطی نشه. ببین من لولایی که ازش میبینم یه 70شه، یه دونه 30شه. ببین 70ش قبلا خورده ریخته، به نظر من جالب نیستش که بازم ازش گرفت، ولی رو 30% میشه یه فکرایی کرد. یعنی 30% کندل قبل، 4 ساعت کندل قبل. دوباره اگه بیم اینجا رو بگیریم، اینجا اشتباه نکنم ساعت 12 تا 4 رو بگیریم اینجا. خب هایش کجاست؟ اینجاست. نپاک کنم اشتباه نشه. لوش کجاست؟ اینجاست. ببین اومد 70% یا 30% پایینیشو زد. خب اینا رو من وقتی برعکس میندازم 70 و 30 جاشون عوض میشه، ولی خب جفتش هم یه معنی دیگه، 30% از بالای از پایین. ببین یه کندل داشتیم، خودش که 70% شو تست نکرده بود. ببین رفته بالا، یعنی 70% شو تست نکرده، آن تست اومد یه دونه تست زد رفت بالا. این هم یک کندل 400. بذار این کم پیدا کنم. ساعت بعد دیگه 20 تا 24 رو بگیم. اگه دقیق بگیریم یه چیزی از اینجاست. دوباره همینو بیارم. لوش اینجا بوده، هایش اینجا بوده. 70%ش روی تست میده. ببین اینه دیگه، 100%ش 70ش اینجاست. یه دونه دوباره میره به کارش برسه. برای اینکه چارت نریزه گله هم یکی دیگه هم رسم میکنم تا ساعت 8 دیگه 16 دیگه از اینجا بگیرم. های این 4 ساعت اینجا بوده، لوش اینجا بوده. خب اینجا یه بحثی هست. این وقتی هایش رو زد برگشته این 70%ش رو تست داده تو تایم خودش. میبینی؟ بعد دیگه درست نیست ما تایم بعدی بیایم اینو دوباره بگیریم. همون چیزی که جلوتر هم گفتم، وقتی تاچ شده جذاب نیست، ولی برعکس 70% بالایش این سری برامون جذابه.
میدونی اصلا چرا 70% جذابه؟ اصلا کلا چرا داریم میگیم 70%؟ چرا میگیم 80%؟ یه تئوری خیلی ساده داره. یعنی در حد تاس انداختن، یعنی اینکه یه تاسمون، ببخشید تاس میگم، سکه انداختن. این چارت خودم فکر کنم بذارین رو یکی بکشم که اشتباه نشه. وقتی ما یه حرکتی رو داریم که ما بهش میگیم 70%، 30%، فرض کنید حرکت ما اینطوری بوده. ببین جایی که ما میتونیم واسش، ما این کار نمی کنیم، ما اصلا اینطوری معامله نمی کنیم، اصلا فکرمون هم این نیست که اینطوری معامله کنیم. ولی چیزی که غالبه و یعنی چیزی که دلیل این 70% و 30% اینه که شما اگه اینجا یه معامله بذاری، اینو بذاری اینجا، ببین ضررت میشه انقدر اگه رو 70% بالایی معامله کنی. خب معامله جذابی نمیشه. اگه بذاری رو اینجا، یعنی 50%، حدودا نصف به نصفی، خب سود به زیان جذاب داره واسه بازار. اگه بیاری اینجا، شما خیلی خوب خرید کردی. خب یعنی یه چیز خیلی ساده است دیگه. شیر و خطی که میخوای بندازی، شما ترجیح میدی شیر و خطت رو اینجا بندازی. چون چرا؟ اگر شیر و خطت درست باشه، تارگتی که میگیری حداقل 2.5 برابر ضررت. بذار ببینم این داره ضبط میشه. این خودش خیلی مهمه. خب واسه ما مهم نیست که بگیم ما با این میخوایم معامله کنیم، ریسک به ریواردمون 2.5، نمیتونم، نه اینا هیچ کدومش برای ما مهم نیست. ولی خب کلیت قضیه این که چرا روی این 70% میگیریم، چرا اینجا کار میکنه، علتش اینه بازار داره به ریسک به ریواردشون میچرخه و این که اکثر کسایی که میخوان ریسک کنن اینجا ریسک میکنن. اینطوری بهت میگم جای قشنگی برای ریسک کردن، حرفه‌ایه. خب نه تو هر چیزی شما رفتار حرفه‌ای ها رو دیدید دیگه. مثال دارم میگم، شما میری یه نونوایی، این شاتر رو که میبینی مثلا داره، حالا نونوایی همشون ماشینی ها ولی خب بربری دستی، این شاتر با خمیر یه طوری ور میره، شما کاملا متوجه میشی به خمیر مسلطه. یه بار اشتباهی این خمیر از دستش ور نمیره، یه بار این وردنه از دستش در نمیره، اصلا مسلطه، چسبیده بهش. حرکتایی که داره میره خیلی قشنگه، نابجا دست نمیزنه به خمیر، دستش نمیسوزه، اصلا خیلی خوب کار رو میکنه. ولی ما بخوایم این کار رو بکنیم، خمیر رو اشتباه میندازیم، اشتباه میگیریم. مثلا یکی از دور نگاه میکنه میفهمه که این حرکت درسته. ترید کردن هم یه چیز همینطوریه. یه کسی بیار اینجا یه معامله بزنه، شما خودت نگاه کنی میبینی یه چیزیش قشنگ نیست، یه جاییش قشنگ نیست، درسته؟ اینجا بزنه مثلا شاید چشمی، شاید متوجه میشی، شاید متوجه نشی، ولی خب به چشمت میگی آره این مثلا قشنگ نیست. ولی خب اینجا زدن و به چشمم قشنگه. دقیقا رفتار حرفه‌ای بودنتو نشون میده که شما 70% پایینی زدی، قشنگه. یعنی میدونی چیه؟ فوقش یه سوخته دیگه، اینقدر سوخته، ولی خب احتمال بردت خیلی بالاه. ولی میگم روشی که ما معامله میکنیم یکم هم متفاوت تر از اینه. ما نمیشینیم این همه حرکت رو بری یا نره. خب بحثم همون بود. دوباره خب ببین، شاید بهتر باشه که روزامون رو عوض کنیم. این 12 تا 16 4 ساعت، حالا 3-4 دقیقه‌شو از من خورده نگیرین، چون اصلا ربطی نداره به اون 3-4 دقیقه. ببین لو ما اینجاست، های ما اینجاست، لو اینجا، های اینجا. خب ساعت بعدی چه اتفاق میفته؟ ما تو ساعت بعدی انتظار داشتیم مارکتمون بیاد از اینجا بریزه، بیاد رو 70%، 70% پایین، یه بای بگیریم بریم بالا. این اتفاق نمیفته.
خب چی کار میکنیم؟ اولا معامله ای نگرفتیم که مشکلی پیش بیاد واسمون. دوما لزوم نیست هر ساعت معامله بگیریم. سوما یه چیزی رو متوجه میشیم از اینجا. 70% اومده بالا، 30% اصلاح کرده، دوباره حرکت کرده. ببین معاملاتی که ماکسیموم 30% اصلاح میکنن و حرکت میکنن عموما روند رو نشون میدن. یعنی شما اینجا معامله نداشتی ولی از اینجا به بعد یه چیزی اومده دستت که آقا مارکت داره بایی میشه. ببین یکی دو بار زیرش رو زدیم، اینا تایم فریم 1 دقیقه است، چیز زیادی نیست که بگم خیلی اومده زیرش، نه $1-2 اومده زیرش. ببین مارکت حالتش بایه. الان تو اینجا ما مارکت رو بای میبینیم. این یه رنجیه که بعد از این حرکت داره اتفاق میفته. یعنی شما از روی این حرکت های کوچیک هم متوجه میشی که تو بازار چه خبر بوده، متوجه میشی که چی شده. حالا من چشمی دوباره نگاه میکنم، این مال 4 ساعت قبلی بوده دیگه. 8 تا 12 بار بندازم. ببین دوباره اینجا هم وقتی تموم شده این 4 ساعت یه دونه حمله کرده به 30 تا 50 اومده اصلا، ولی بازم رفته بالا. ببین مارکت از اینجا بایی شده. یعنی اگر درستش اینه که ما از اینجا نگاه میکردیم دیگه، ما اینجا خب این یه اکسپرت داره کار میکنن من 30 رو باید زیادتر کنم. خب این از اینجا، یعنی اینجا که خورد و این کله رو زد، به ما میگه که من دارم میرم بالا، که یکیش اینجا اتفاق میفته و دومی اینجا داره اتفاق میفته. ولی خب بازم ما با اینا معامله ای نمی کنیم. مثلا سبک معامله اینطوری من خوشم نمیاد، خیلی اذیت میکنه، اعصاب آدم میریزه به هم، خیلی زمان میبره، لذتی هم نمیبری باش کار کنی. خب به چیز قشنگی داریم. خب داخل 4 ساعت های و لو رو زده، 70% اصلاح کرده، ریخته دیگه. 4 ساعت بعدی شما نمیای این 70% رو بگیری. نمیدونم اگه بخوای خیلی بچه زرنگ بازی در بیاری، دیولوپش کنی بری تا اینجا و از اینجا بگیری، ولی خب این هم زیاد توصیه نمیشه چون ما داریم روی 4 ساعت کار میکنیم. به نظرتون میشد داخل خود 4 ساعت گرفتش؟ به نظر من آره. حالا نمیگم روی این تستی نکردم ولی خب آخرای 4 ساعت هم هست دیگه. تو آخرای 4 ساعت دیگه خودشو کشونده رسونده به 70%. به نظرم بدم نیست. خب مثل شما یکم جلوتر میایید از بازار. ساعت 4 صبح. خب در روزم 12. چه کم شد؟ 4 صبح دیگه. نه این یک. مارکت دیر باز کرده بکنم. 28 29 30. خب یه جایی که یکم رنج یکم به چالش بکشتمون کجاست؟ جست. ببین ریخت تا 30% اصلاح، دوباره ریخت. ما اینجا میدونستیم مارکت سل هست، اینجا هم اثرش رو میبینیم که سل هست.
خب اینجا معامله داشتیم نه نداشتیم. ما کجا میخواستیم اینجا معامله کنیم؟ تو این ساعت بیاد تا اینجا که نیومد. خب دستش درد نکنه. اگر اومد نیومد نیاد. 4 داشت. ما متوجه این دیگه ساعت 16 تا 20 میذارم 4 ساعت. اوپس. اینجا یکم چالش برانگیزه. چرا؟ چون تو یکی 2 دقیقه های و لو ببخشید لو این پایین میافته. های که اینجاست تو این 4 ساعت. لو کجاست؟ لو هم اینجا در نظر بگیر. من اینو این ورتر کشیدم که مشخص بشه. ساعت بعدی برمیگردیم. این اینطوری رفته بالا، این خودش خوبه. روی 70% یه حرکت میگیریم. 70% پایینی منظور. یه حرکت میگیریم برمیگردیم یه بارم روی بالاش میگیریم. روی 70% بالا. اینجا یکم باید زرنگ باشه دیگه، چون داخل 4 ساعت داریم میگیریم. قرار شده که ما 4 ساعت تموم شد پول بکش بگیریم، یعنی از اینجا بگیریم. اگه میگرفتیم خوب بود، نگرفتیم. خب فکر کنم الان یه شرایط جدید داریم. یه کندل 4 ساعت جدید باز شده تا جایی که میدونم. بله اکسپرت برامون های و لوی 4 ساعت قبلی رو رسم کرده. خب الان ما باید چی کار کنیم؟ اولا اینکه ساعتمون اینجا تموم شده. خب درست. هاجولو کندل قبلی کجاست؟ ببین 30% پایینیو که نمیزنیم چون خودش پایینه دیگه ما اینجا نمیمیم از جای سل بزنیم تا 50% هم اصلاح کرد. ما اینجا یه دونه فرض کنیم لیمیت بخوایم. لیمیتمون هم از نوع سله و حالا چطوری معامله میزنیم همینه قضیهش. ما ازش $1 برمیداریم میریم. این تز زدنی همیشه نمیگیرین. سواله چه بخشت چی شد؟ 23.43 100 پوینت. استاپ لاس کجاست؟ حالا شاید شما بگی که این ریسک به ریواردش تأمین نیست. من اینو بیشتر دوست دارم. شما اگه میخوای ریسک به ریواردش تأمین باشه مودیفای کنین و 1 به 1 بگیر ازش که خیالت هم راحت باشه یا پارشل اکزیت بزن. ولی من دوست دارم 100 پوینت بگیرم سریع بیام بیرون. حالا بقیهش هم بمونه دیگه، اگه رفت جلو رفت. امیدوارم که لذت برده باشید.